الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده از شماره حدیث در کتاب بخاری 6133 می باشد. ابو هریره می گویند از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت می کنند. می گویند پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. مؤمن مسلمان را از یک سوراخی دو بار مار نمی گزد. یعنی مؤمن باید زیرک باشد، زیرا یک بار فریب خورد دوم بار از یک نفر فریب نمی خورد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ بدر یک نفر، یکی از شخصانی مشرک کافر را دستگیر کردند. سپس او به پیامبر صلی الله علیه و سلم عذر خواهی کرد که مرا مجبور کرده آوردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم او را رهایش کردند. سپس دوم باره در دیگر جنگ دستگیر کردند و ضد پیامبر باز جنگید. پیامبر به وقتی که عذر خواهی کرد، پیامبر عذر او را نپذیرفتند. بنابراین وقتی که مسلمان را یک نفر فریب میکند، دوم باره به او باور نمی کند. اگر باور کرد، این از نادانی و زیرک نبودن مسلمان را میفهماند. برای این پیامبر به این حدیثشون دعوت میکنند که مؤمن باید زیرک باشد. در این فساد خصوصا منافقانی که زبان گویا دارند مسلمان ها را فریب میکنند و آنها را به تهمت ها یا که به زندان می افکنند یا به قرض غوطه می زنانند یا در حقشان ناسزا می گویند. برای من پیامبر با این حدیثشان دعوت می کنند که مسلمان باید زیرک باشد.